گروه طالبان در افغانستان که حالا از 3/2 حصه مرزی افغانستان و تاجیکستان را زیر نظارت گرفتند میگویند نسبت همسایه‌ها یگان نقشه بده ندارند. اما یک تحقیقات رادیو آزادی معاین کرد که طالبان در حساس‌ترین نقاط مرز بین دو کشور گروه انصارالله را مسئول مرزبانی گذاشتند که اعضا و طرفدارانش در تاجیکستان با اتهام تروریسم تحت پیگرد هستند و گفتند که هدف نهاییشان تاجیکستان است. همکارم مومن احمدی این موضوع را تحقیق کرده است و حالا با ما در استودیو قرار دارد. مومن، چی دلیل در دست است که در صف طالبان در مرز افغانستان با تاجیکستان جنگیان تاجیک قرار دارند؟ بله عبدالله، دلیل های زیادی به دست ما رسید که ثابت میکنند که تاجیکان حداقل نظارت 5 ناحیه یا ولسوالی را در بدخشان افغانستان که در مرز تاجیکستان قرار دارند نظارت میکنند. یکی از شاهدان سقوط منطقه های مرزی افغانستان به رادیو آزادی گفت پرچم طالبان را در پاسگاه مرزی یک زاده تاجیکستان با نام مهدی ارسلان استوار کرد. در نوار و عکس های دسترس شده 10 نفر دیده می شوند که به لهجه خاصی تاجیکی صحبت می کنند. در افغانستان آنها را طالبان تاجیک نام می برند، ولی در اصل آنها اعضای گروه ممنوع انصارالله هستند که فعالیتشان در تاجیکستان منع است. مهدی ارسلان، نفری که پرچم طالبها را در مرز استوار کرد، اکنون با امر آنها اداره 5 ولسوالی مرزی افغانستان کوفاب، شیکی، نوسی، ماهیمه و خواهان را به عهده دارد. این منطقه ها را از دروازه تاجیکستان تنها رودی آمو جدا می کند. چند منبع جدا از هم به رادیو آزادی گفتند مهدی ارسلان در اصل محمد شریپوف، ساکن دهه شیربگیان جماعت سفید چشمه ناحیه نورآباد در شرق تاجیکستان است. نماینده نیروهای مرزبانی تاجیکستان نیز گفت از قبل این معلومات رسیده بود که شهروندان تاجیکستان با رهبری محمد شریپوف در آن سوی مرزند. این منبع همچنین مسئول مرز تاجیکستان با افغانستان تعیین شدن مهدی ارسلان را تصدیق نمود و گفت شخصیت نزدیک به 200 شهروند تاجیکستان را در دسته های طالبان شناسایی کردند. خب مومن، مقامات افغان از حضور آنها آگاهی دارند؟ آنها چی میگویند؟ بله عبدالله، اسم این جنگیان ماه نوامبر سال 2020 با قتل بیرحمانه 24 سرباز و افسر حکومت افغانستان در ناحیه ماهیمه رسانه‌ای شده بود. صحنه این کشتار در شبکه‌های اجتماعی پهن گشت. در آن مسلحان دیده می شدند که به لهجه خاصی تاجیکان تاجیکستان صحبت می کردند. چندی از آنها تهدید هم کردند که روزی به تاجیکستان هم خواهند آمد. گنرال قادر صفار، رئیس ناحیه دروازه بدخشان افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت اینها گروهی انصارالله هستند که حالا با طالبانند. به گفته او چند نفرشان کشته شد که شخصیتشان معلوم شده بود. قادر صفار گفت شاهد سربازگیری طالبان تاجیکی از خاک تاجیکستان نیز شدند. طالبان میگویند در صف آنها خارجیان قرار ندارند و حضور تاجیکان را رد میکنند. تشکر مومن. خاطر نشان میکنم که بر پایه معلومات رسمی نهادهای انتظامی تاجیکستان و افغانستان، گروه انصارالله از جانب امرالدین تبارف، یک فرمانده پیشین اتحاد مخالفین تاجیک، پس از جنگ شهروندی سال 1992-1997 تأسیس یافت. محمد شریپوف نماینده نسل دوم دانسته می شود که حالا یک چهره شناخته طالبان در شمال افغانستان بوده است.